نه ملت ایران. خب آقای رامین مهمان پرست از جوانان مستعد ایران صحبت کردند. یکی از این جوانان مستعد ایران آقای احمد کریمی هست که در زندان به سر میبره. ایشون رو حکمی که براشون صادر کردن حکم اعدام هست. پیش از رأیگیری انتخابات ایشون به زندان رفتن. مادر ایشون یک مادر ایرانی، مادر جوان ایرانی، احمد کریمی، روی خط ارتباط تلفنی با ما هستند. سلام به شما. الو سلام عرض کردم خدمت شما. سلام علیکم، خسته نباشی. ممنون هستم. خانم کریمی، فرزند شما رو به چه خاطر بازداشت کردن؟ به خاطر چی؟ به خاطر چی بازداشت کردن پسر شما رو؟ والا به خاطر آقای عزیز، پسر من به یه آقای گل زد، یه آقای گفت پیشنهاد داد بریم خارج کار کنیم. متوجهی؟ بله بله. صدام هست؟ بله صدای شما هست، میشنویم. بله؟ بله صدای شما رو میشنویم خانم کریمی عزیز. یه آقای پیشنهاد داد گفت بریم خارج کار کنیم. پسر منو برداشت رفتن اونجا، نتونستن کار کنم. باباش فوت کرد، برگشت ایران، با مسئولین اطلاعات برگشت، رفت اینجا خودشو معرفی کرد اطلاعات معرفی کرد. صدامو داری آجا؟ بله بله صدای شما رو داریم، نگران نباشید، بفرمایید. رفته خودشو معرفی کرد، گفت شما آزادی، بری کارتونو بکنی، سرت بنداز پایین، برو کارتو بکن، زندگی بکن. بعد 6-7 ماه 12 شب رختن قبل از انتخابات. بله بله. رختن خونه من حالم خراب شد، بچه‌ام حالش خراب شد. رختن خونامونو زیرورو کردن، هیچی پیدا نکردن. برداشتن بچه‌مو بردن. 2 ماه هر جا رفتم به من جواب ندادن. 2 ماه. بعد از 2 ماه بچه‌م زنگ زده که مامان، فقط گفته که مامان حال من خوبه. گفتم کجای؟ گفت نمیتونم بگم. بعد از این زنگ زده من دیگه چه نتونستم برم، تا نمیدونستم کجا برم که جواب نمیدن. زندان برم جواب نمیدن. یعنی ندیدید، ملاقات نکردین شما احمد رو؟ نه ملاقات ندادن، جواب نمیدادن. 5-6 ماه من جواب ندادم. بعد از 5-6 ماه آقای بهرامیان بهرامیان وکیل گرفته. آقای بهرامیان حرف زده، رفتم با اون، 1 بار ملاقات حضور به من دادن، درمون شکوندن. چطور بود بچه‌تون رو دیدید؟ چطور بود خانم کریمی عزیز؟ بله فرزندتون رو که دیدید چه حالی داشت؟ شما یک مادر هستین با غریزه مادرانه، میتونید احساس کنید. حالش بهتره، خوبه، یه ذره خوبه، یه خورده حالش خوبه، ولی ما اینجا حالمون بده. ناراحت قلبی دارم حاج آقا، به خدا نمیتونم طاقت بیارم. من بچم چی کار کرده نمیدونم، من چی کار کرده خواه دلیلشو بگن. الان 2 ماه دادگاه کردن، بعد از 2 ماه جواب که ندادن بردن بازپرسه. 2 بار بردن بازپرسه. الان به من میگم بچه ده ادامه. من چی کار کنم؟ کجا برم آقا؟ من چی کار کنم آقا؟ تو رو خدا هر جا میرم جواب نمیدن. رو جمهوری اسلامی نون منو برده، نونوار من اون بود، بچم بیگناهه. برای شما نانآور خانواده بود احمد نیست؟ آره نونوارم خانواده منه. به خدا دامادم خرج ما ویده. من چیکار کنم؟ کجا بیارم؟ خب شما به کسی مراجعه کردید بچه‌تون رو از اعدام نجات بدید؟ فقط وکیل گرفتم، اونم حقوق بشر. من پول نداشتم برم وکیل بگیرم.
دوبارم رفتم دادگاه، دوباره سبر رفتم جواب نمیدن. هر جا میرم جواب نمیدن. بس من کجا برم؟ بچه من گول زدن به خدا. شما اعتراف بفهم. ببین حاج آقای محترم، بله بفهم. بچه منو اعتراف گرفتن، خب گول زدن، اعتراف گرفتن. گفتم فردا این حرفا رو بزن، فردا پس فردا به تو آزاد میدیم، آزاد میکنیم. اون حرفا رو زده، براش اعدام زدن. به خدا من نمیدونستم. الان بچه ها میگن مامان بچه اعدام زدن، من چیکار کنم؟ بچه اعدام کردن، من چیکار کنم؟ منو خانواده منو من غیر از خدا رو یه دنو بچه کجا برم؟ من چیکار کنم؟ اینطوری هم اسلامیه، این قانونه، این دولته. بس من چیکار کنم؟ بچه من زدن اعدام. آخه کار چیکار کرده بچه من زدن اعدام؟ باباشم که نیست تو بره دنبالش، داداش بزرگی نداری بره دنبالش. بس من چیکار کنم؟ شما از آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چه میخوایی؟ چی میخوایی مادر عزیز؟ پیش خامنه ای من کی ببره آقا جون؟ الان اینجا احتمالا صدای شما رو ایشون میشنون، صدای شما رو احتمالا ایشون میشنون، یا مسئولان دولتی یا مسئولان دیگه. من نمیدونم، من که نمیذارم من برم پیش آقای خامنه ای که این روز رئیس جمهوری اسلامی نون منو بریده به خدا. من چه کار کنم؟ کجا برم آقا؟ بچه منو چرا اعدام میکنن آقا؟ چرا اعدام زدن آقا؟ آقا چی کار کرده؟ من نمیدونم چی کار کرده. قبل از انتخابات گرفتن این رفته مثلا یک نفر گفته بریم خارج برگردیم اونجا کار کنیم پول در بیاریم. رفته نتونستم برگشت، باباش فوت کرد، برگشت اومد با اطلاعات عمومی برگشت، با اطلاعات مسئولین برگشت. بس کار غیر قانونی نکرده که این نمیدونست سیاست چیه آقا. ما نمیدونیم به خدا سیاست چیه. یه کارگر نجاره آخه اینطوری هم روزگار میشه. یه نفری بدبخت اینطوری کنی چی کار کنی؟ الان به خدا قلبم نراحت، قلبم میزنه، پول ندارم برم دور. نه پول پیدا نمیکنم، چی کار کنم؟ کجا برم آخه من؟ اون نه چی کار میکرد، نه جاری کار میکرد، پول می آورد روزگارمون چرخوندم. من چی کار کنم بس؟ تکلیف من روشن کنه دولت. این دولت کار من را بندازه، بچه‌مو ول کنه، بگونه بچه‌مو خوابند اونجا. بله سپاسگزار هستیم مادر احمد کریمی. با سپاس بسیار سپاسگزار هستیم، محبت کردید. بنده حاج آقا لقب دادید ولی نیستم بنده. سپاسگزار هستیم مادر گرامی، مادر عزیز. با امید به آزادی فرزند.